دیگه واسه مهمونیت زرش گل با مرغ درست نکن. کوبیده کباب هم که واقعا نمیصرفه. بیا این مخلوط کوبیده مرغ و گوشت رو درست کن که فوق العاده خوشمزه میشه. نیم کیلو گوشت گوسفندی به همراه دنبه، یه دونه سینه کامل مرغ و 2 تا رونه کامل مرغ. اینا رو با 2 تا پیاز درشت داخل چرخ گوشت بریزید. اول سینه مرغ رو بریزید، بعد پیازا و در نهایت گوشت. اگه با سری کوچیک و کوچکترین سایز چرخ گوشت چرخ کنید 1 دور کافیه. تمام مواد رو با هم مخلوط کنید. 2 قاشق نشاسته ذرت بهش اضافه کنید و ادویه مرغ. ادویه مرغ من داخلش پودر تخم گیشنیز، پول بیبر، پاپریکا، زنجبیل، دارچین و ادویه کاری داره. اگه فقط ادویه کاری داشتید حتما اینا رو بهش اضافه کنید. پودر سیر زدم، پودر گل محمدی زدم، 3 پیمانه نمک زدم. شما اگه ذائقتون کم نبود کمتر بزنید. زردچوبه و فلفل سیاه هم اضافه کردم. حتما با دست ورز بدید. تقریبا 1 ربع الی 20 دقیقه با دست ورز بدید که هم خوشبافت بشه و هم طعم تمام ادویه ها و مرغ و پیاز به خورد هم بره. بسته بندی کنید، داخل فریزر بذارید. هر وقت خواستید استفاده کنید داخل تابه بذارید، در تابه رو ببندید. آب، روغن هیچی اضافه نکنید. اجازه بدید خودش آب بندازه. آبش که کامل تبخیر شد و به این مرحله رسید بهش کره و روغن یک کمی اضافه کنید و بذارید کامل 2 طرفش سرخ بشه. 2 طرفش که سرخ شد و به این مرحله رسید بهش رو به گوجه اضافه کنید. رو به گوجه و یک کم زعفران و زردچوبه رو داخل روغنش تفت بدید. بهش آب اضافه کنید. بعد آبش که تبخیر شد یه همچین خوشمزه تحویل بگیرید. نوش جونتون بشه.